ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби 4 гуфтори 94. در شرایطی که همسایه کشورهای ترک زبانی ما بدون تظاهرات و جنگ و درگیری ها راه مستقلانه دولت سازی و دولتداری ملی را پیش گرفته، صاحب میراث مالی و مادی و پایگاه های تکنیکی و حربی سابق اتحاد شوروی می شدند و به تأسیس پایه های اقتصاد ملی، کشیدن خطهای انتقال نفت و گاز، استخراج معدن، ساختن راه آهن و بنیاد شبکه های انرژتیکی و نقلیاتی رو می آوردند، در کشور تازه استقلال ما جنگ و درگیری ها دامن می افراخت. به تقدیر ناسازگار ملت تاجیک در قلمرو همسایه کشورهای همزبان و همفرهنگ ما فضای مساعد و وضع معتدل سیاسی حکمران نبود که دستگیری و پشتیبانی عملی را چون حمایت و یاری ترکیه از همزبانان و هم ملتان تازه استقلالش چشمدار باشیم. و تاریخ عبرت آموز از قدمهای نخستین استقلال ما را برای ناهموار، پرمانعه، خطرزای و جدای افکنی خودکشی ها و خودسوزی ها تیله می داد. آغاز جنگ شهروندی به سنگرهای مختلف تقسیم نمودنی جوانان خونگرم و بی تجربه با تأثیر دادن پول و سرمایه، حرص وحشیانه قصاصگیری، تشویق غارتگری و غصب مال و اموال رقیبان سیاسی، همچنین توسط ترغیبات غرضناک و یک طرفه دینی به یک دیگر کشی گرفتار ساختن تظاهرگران سیاست زده میدانهای مختلف باعث به ورطه بحران شدید سیاسی، اقتصادی و معنوی تیله دادن جمهوری تازه استقلال ما گردید که این به هدفهای شوم دشمنان ملت تاجیک مساعدت می کرد. مخالفت و سنگرگیری ها تا جایی رسید که پیروان حزب نهضت اسلام و بعضی حزب و حرکت های سیاسی دیگر حکومت قانونی در جریان اجلاسیه 16 شورای عالی انتخاب شده را اعتراف نکرده، برخلاف قانون و اراده مردم جمهوری در حدود وادی قراتیگین حکومت اسلامی تأسیس دادند و شهرک غرم را رشت کنونی پایتخت جمهوری اسلامی قراتیگین اعلان نمودند. ریاست حکومت اسلامی قراتیگین در بالای بنای کمیته اجرایی ناحیه پرچم سبز اسلام را برافراخته به پخش برنامه‌های تلویزیونی مستقل خود شروع کردند و کل دولت‌های اسلامی جهان را دعوت نمودند که این حکومت نو تأسیسی اسلامی را به رسمیت بشناسند و آن را همه جانبه پشتیبانی سازند. در عین حال بعضی سیاستمداران قدرت طلب و منفعت جوی از وضع متشنج و ناآرامی های کشور استفاده کرده می‌خواستند قلمرو شمالی جمهوری را منطقه مستقل و آزاد اقتصادی اعلان نمایند و بعدتر حکومت صاحب اختیار و از مرز و مقامات قانونی مملکت جداگانه را تأسیس دهند. تنها ذکر دلیل های بالایی و دیگر سند و مواد موجوده
بیانگری آنند که با دست دایره های معینی منفعت داری داخلی و خارجی خطری واقعی به حدودها و قسمهای جداگانه تقسیم کردن مرزهای یگانه جمهوری، پراکنده ساختن ملت تاجیک و دولت واحدی تاجیکان، در نهایت کار از ناکامی استقلالیت و اوجگیری جنگ شهروندی نابود کردن گنفاند نادر ملت ما و از خریطه سیاسی جهان ناپدید نمودن تاجیکستان با همه نازکی هایش طرحریزی گشته بود. در عرفه استقلالیت جمهوری، در لحظه هایی که تقدیر آینده ملت و هستی و نیستی دولت صاحب اختیاری تاجیکان معین می گشت، نیروهای بدخواه داخلی و خارجی، مردم زود باور، خیرخواه و صافدل ما را به گرداب جنگ و خونریزی کشیده در بین منطقه های یک سرزمین واحد و قوم و اقربای با هم دوست تخم عداوت و نزاع کشتند. جنگ و نبرد و هنگامه های یکدیگر کشی را اوج دادند. مهاجرت و سرسانی، پراکندگی و خانویرانی را دامن زدند و جمهوری آرام و آسوده ما را به ورطه گرسنگی، بحران جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی تیله دادند. منطقه های جنگ زده، به خصوص حدودهای جنوبی و مرکزی مملکت، به مکان بیدادی و غارت و جنایت های گوش ناشنید تبدیل می یافت و به اختیار دسته های مسلح جنایت پیشه می گذشت. همزمان دشمنان بدخواه استقلالیت تاجیکستان با استفاده از واسطه های ترغیبات و تخریبکاری از قبیل انتقال سلاح و مواد مخدر، قاچاق لوازمات جنگی، گروگانگیری، راهزنی، ترور خادمان دولتی و جمعیتی، پهن کردن ورقه ها و ویدیو فیلم های اغوا انگیز در مملکت محیط ناباوری، ناامیدی و ترس و هراس را به وجود می آوردند. در ایامی که دولت‌های صاحب استقلالی همسایه زمام دولت و دولتداری مستقل را به دست گرفته، پهلوهای مختلف اقتصادیات و اجتماعیات و معارف و فرهنگ را پیش می بردند، اختلاف و مقاومت داخلی در تاجیکستان اوج می گرفت. بیسر و سامانی و پایمال نمودن قانون به حکم عنعنه می در آمد. دسته های جنایت پیشه از فلج شدن حاکمیت فعلی و ساختارهای مقامات نظامی استفاده برده به قتل و غارت و بیدادگری ها دست می زدند. تنها در پایتخت جمهوری شهر دوشنبه بیش از 16 دسته متشکل جنایت پیشه عمل می کردند که اکثری رزمندگان این دسته ها به یگان طرف نه حکومت قانونی و نه جبهه های مخالفین شامل نبودند. در چنین دوره حساس، پرتهلکه و تقدیرساز، حتی ساختارهای قدرتی موجوده، وزارت کارهای داخلی، کمیته امنیت ملی و دیگر مقامات نظامی عملاً موقعشان را از دست داده، اجرای مسئولیت و وظیفه‌های بردوش داشتهشان را واگذاشتند و از بی‌طرفیشان اظهارات دادند. امنیت واقعی دولت و ملت زیر خطر مانده به حفظ عدالت و قانون و تقدیر من بعده شهروندان دیگر یگان مقامات مربوطه کفالت نمیداد. طفل نوزاد استقلالیت اکنون 1 ساله شده بود و بیش از نصف تاجیکستان در آتش فاجعه جنگ شهروندی می سوخت. گلی گینفاند ملت تاجیک، جوانانی بی تجربه و شوریده سر
وارد جبهه‌های نبرد شده یکدیگر را نیست می کردند. به این کشتار و وحشانیت به مراد دل دشمنان پس پردگی دولت تازه استقلالی ما وسعت می پذیرفت. مست در همین لحظه های خطرناکی دامن افراختنی آتش جنگی شهروندی با استادگری و درخواستی یک گروه وکیلان مردمی و اشخاص سالم فکر و دوراندیشی مملکت 16 نوامبر سال 1992 در شهر باستانی خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان برگزار گردید که به هستی ملت تاجیک و پایداری دولت و دولتداری آن عمری دوباره بخشیده تأمین امنیت مملکت، یک پارچگی مرز و بوم، پشتیبانی صلح و ثبات، برگردانیدن گریزه ها و وحدت و یکدیگر فهمی مردم را والاترین هدفهای سیاسی و اجتماعی خود قرار داد. جنگ شهروندی با همه مصیبت و بدبختی هایش برای اکثری ما باز یک امتحانی تلخ حیات و مکتب بزرگی زندگی گردید. هنوز در دوره‌ای که این جنگ برادرکش ادامه داشت و جانب‌های مخالف هیچ میلی به مصالحه آمدن نداشتند، رهبریت حکومت نو تأسیس در جریان اجلاسیه تاریخی خوجند سروران جبهه‌های مخالف را به صلح و صلاح، آشتی شوی و همدیگر بخشی دعوت نمود و جنگ و خونریزی را محکوم ساخته خشت‌های نخستین فرهنگ صلح را نهاد. ما خوب می دانستیم که ادامه جنگ شهروندی و سنگرگیری های تیز و تند تدریجاً ملت تاجیک را به ورطه نابودی می برد و طول کشیدن مقاومت مسلحانه از دنبالش بحران عظیم سیاسی و اقتصادی، خرابی و قشاقی و مصیبت و بدبختی های زیادی می آرد. ما خوب می دانستیم که راه آینده دولتداری مستقلانه ما بدون استفاده سلاح و جنگ و خونریزی از طریق صلح و سازش و همدیگر فهمی و همدیگر بخشی حل نمودن اختلاف و نزاع‌های سرزده و مشکلات میان طرف‌های درگیر می باشد. ما خوب می دانستیم که مردم اذیت کشیده تاجیکستان جانبدار صلح و زندگی آسایشته و خواهان پایداری ثبات سیاسی و امنیت کشور است و تنها با راه مراسا و صلح و سازش، تحکیم بخشیدن وحدت ملی و اتحاد و با مهنت همگانی بنیادکارانه می توانیم تاجیکستان تازه استقلال را از خطری پراکنده شوی نجات بدهیم و ملتی بی این هم کم شمار تاجیک را از فرار و مهاجرت اجباری و ترک وطن کردنها برهانیم. جنگ طولانی و درگیری های افغانستان همسایه که یک نسلش در سنگرهای نبرد و کمال رسیده تحت فشار و تندروی ها و سوی قصد و فاجعه های مدهش قرار داشتند، همچنین قضیه انقلاب شوروی و از فراری واپسین امیری بخارا ترک وطن کردنهای صدها هزار هم ملتان ما و بر اثر انقلاب اسلامی ایران راه کشورهای خارجی را پیش گرفتنی حریفان سیاسی حکومت فعلی برایمان سبق عبرت آموزی تاریخ بود. پس از جنگ پرفاجعه شهروندی توانستیم که نه تنها صلح و ثبات و وحدت ملی را تحکیم بخشیم، بلکه سطح خودشناسی و خودآگاهی ملت را
تشکل بدهیم. غایه های وطن دوستی و افتخار ملی و ارج گذاشتن به میراث تاریخی و ارزش های فرهنگی را چون قسم ترکیبی سیاست دولتداری بلند برداریم. دستیابی به شناخت اصالت تاریخی ملت، مقام و مرتبه و جایگاه آن در تاریخ تمدن بشری از مهمترین سمت سیاست فرهنگی ماست که این سیاست از شناخت تاریخ دولت و دولتداری تاجیکان و بزرگداشت سیماهای برجسته فرهنگی آغاز گردیده تا به شناخت ریشه های عمیق تاریخی ملت و نقش آن در تمدن جهانی نگرانیده شده است. این امر درخواست عصر جدید است، زیرا در ابتدای قرن 21 قرن روزافزون جهانگرایی است. ملت تاجیک به هوشیاری سیاسی، بیداری معنوی، خودشناسی ملی و فرهنگی و در مجموع به وحدت و اتحاد قوی اهل جامعه و کل طبقه های اجتماعی نیاز دارد. در این روند ما باید فراموش نسازیم که تاجیکان همچون یکی از قدیمترین ملت‌های آسیای مرکزی وارثان تمدن کهن و غنی ایران شرقی می باشند که از سرچشمه دو دوره تمدن جهانی، تمدن آریایی و تمدن اسلامی شاداب گشته است. ملت ما از هزاره دوی پیش از میلاد، علال خصوص از صده‌های اولی هزاره یکی پیش از میلاد، سهمداری فعالی تشکل تمدن جهانی می باشد. آن سهمی که تاجیکان و دیگر خلقهای آریا تبار به گنجینه تمدن جهانی گذاشتند خیلی ارزنده و گران قیمت است و می سزد که ما از آن افتخار کنیم و در باز شناخت عمیق‌تر و گسترده‌تر آن بکوشیم. در قسمت تمدن تا اسلامی نیاگان ما به گنجینه تمدن جهانی کمش 5 مکتب دینی و فلسفی برجسته: آیین مهر، میترائیسم، آیین زربانیه، دین و فلسفه زردشتیه، مانویه و مزدکیه را دادند. سرزمین نیاگان ما از آغاز تمدن دولتداری زادبوم معنویت، محوری واقعی فرهنگی اصیل و پیشرفته، ارزش‌های بنیادی و زندگی ساز بوده، در جذب ارکان و پذیرش تمدن‌های دیگری جهانی از جمله تمدن اسلام تحولاتی رنگین و غناوتمند تاریخی را به سر برده است. دین مبین اسلام با رسالت سرنوشت ساز خود به تمدن نیاگان ما سازگار آمده، تدریجاً نظام جامعه معنوی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نمود و استقرار بخشید. در این روند ما باید خدمت بزرگی گذشتگان خود را که در یک مدت نسبتاً کوتاه تاریخی جهان اسلام و قبل از همه منطقه ماوراء النهر و خراسان را به منطقه پیشرفته و پیشتاز تمدن انسانی تبدیل داده، در همه ساختارها و عرصه‌ها به سطح بلندترین انکشاف دور رسیدند و همزمان سیمای خاص و ناتکراری تاریخی خود را حفظ کردند، همیشه در یاد داشته باشیم. اما آن سهمی که تاجیکان در تحول، رشد
و گستریش تمدن اسلامی در آسیای مرکزی و جهان اسلام گذاشتند نهایت بزرگ و گوناگون جبهه است. تنها نامگوی شخصیت‌های برجسته علم و ادب و فلسفه آن می‌تواند چندین صحیفه را فرا گیرد. ماوراء النهر، سرزمین تاریخی تاجیکان، نه تنها در ساحه علم و ادب و تاریخ و فلسفه، بلکه در تحقیق و ایجاد علم‌های دینی اسلامی نیز پیشاهنگان تمدن اسلامی بودند. سهم گذشتگان ما در تمام ساحه‌ها و رشته‌های علوم دینی، تفسیر قرآن مجید، علم قرائت، علم حدیث، علم کلام و فقه نهایت بزرگ است. هیچ یک منطقه از عالم اسلام به مانند ماوراء النهر با این مقدار شخصیت‌های برجسته‌ای که بزرگی آنها از طرف همه فرقه و مذهب‌های اسلامی اعتراف شده باشد نداده است. آثار و نام مفسران، محدثان، متکلمان، عارفان و علمای مشهور اسلام، ابو حنیفه نعمان ابن ثابت معروف به امام اعظم، امام و پیشوای حنفیان، مؤلف فقه اکبر، ابو حفص نجم الدین نصفی مؤلف تفسیر نصفی معروف به مفتی ثقیلین، ابو البرکات عبدالله ابن احمد ابن محمد نصفی حنفی مؤلف تفسیر مدارک التنزیل و حقایق التأویل، ابو منصور محمد ابن محمود ماتوریدی سمرقندی متکلم معروف، حافظ ابو عیسی محمد ترمیزی مؤلف الجامع الصحیح، حافظ عبدالرحمن نسائی مؤلف سنن نسائی، جارالله زمخشری خوارزمی مفسر و متکلم معروف مؤلف تفسیر کشاف، محمد اسماعیل جعفر البخاری برجسته ترین محدث مؤلف کتاب الجامع المسند الصحیح، شیخ جلال الدین بلخی مؤلف معروف ترین مثنوی در عالم اسلام، مثنوی معنوی و دیوان شمس، همچنین شیخ بهاءالدین نقشبند، شیخ نجم الدین کبری از بزرگان تصوف و ناصر خسروی قبادیانی از برجسته ترین متفکران اسماعیلیه و ده ها نفری دیگر را در عالم اسلام همه می شناسند. محض در آن دوره شهرهای عظیم شرق اسلامی، قبل از همه بغداد، بلخ، بخارا، نیشاپور، سمرقند، هرات، در مقایسه با شهرهای بزرگترین اروپا پیشرفته و آبادتر بودند. مهمتر از همه فرهنگ و معنویتی والا پدید آمد و افرادی برجسته چون ابو نصر فارابی، ابو علی ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، حکیم ناصر خسروی قبادیانی، عمر خیام، ابو حامد غزالی و ده ها دانشمندانی دیگر چون خورشید روح و اندیشه پاک طلوع نمودند. شعر و ادب عالمگیری ما با سرآمدان کبیر آن رودکی، فردوسی، انصوری، سنایی، جلال الدین بلخی، سعدی، خواجه حافظ، عبدالرحمن جامی نه فقط افتخاری بی‌نظیری مشترک ما، بلکه افتخاری بی زوالی تمدن بزرگ اسلامی و فرهنگی
بشری است. سهم پرارزش و تمدن اسلامی در تشکل و رشد تمدن معاصر انسانی از جانب اکثر محققان و فرهنگیان اصیل و آنهایی که وجدان بیدار انسانی دارند اعتراف گردیده است. به اندیشه من کلید اصلی این تحول تاریخی در پیروی از روح ایجادگرانه و ارزش‌های صحیح اسلام، حفظ پیوندهای تاریخی و فرهنگی، رد عملی تعصب و خرافات و نزاع و فتنه، تشویق وحدت، همبستگی، همکاری و سازندگی بود. و برعکس زمانی که در کشورهای اسلامی روح ازلی ایجادگرانه و عملی صحیح اسلامی ضعیف شد، تعصب و خرافات تدریجاً بالا گرفت، ارزش عملی وحدت، همبستگی و همکاری کاسته گردید، نفاق و نزاع با کوتاه نظری بعضی افراد و تشویق بیگانگان اوج گرفت، مسئولیت اجتماعی و تاریخی کاهش یافت، سنت اتحاد، همبستگی و همکاری ناتوان شد، تنزل و رکود تاریخی فرا رسید و سرنوشت سنگین نصیب مسلمانان گردید. بیشتری از کشورهای اسلامی از کاروان تمدن عقب ماندند. زیاده از آن تقریباً همه ممالک اسلامی از آزادی و استقلال محروم شدند. فقط بعضی کشورهای آزادخواهی شرق اسلامی ضمن مبارزه قهرمانانه مردم استقلال داخلی خود را حفظ کرده توانستند. قابل ذکر است که فرزندان صادق و آگاه کشورهای اسلامی قبل از همه سید جمال الدین افغانی، احمد مخدوم دانش، علامه محمد اقبال، محمود طرزی، صدرالدین عینی و ده‌ها دیگران به منظور استقلال، آزاداندیشی، بیداری، آگاهی و دورنمای نیک تلاش نمودند. به اندیشه من گسترش روند جهانی شوی که تمایل اساسی عصر 21 می باشد، ماهیتاً جریان عمده و فراگیر بوده با انقلاب تکنیکی، تکنولوژی اطلاعاتی، دستاوردهای نوین علم، پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگیش در شرایط امروز تنظیم منطقوی و جهانی فعالیت، روابط وسیع خلقها و کشورها را تقاضا می کند. جهان اسلام که جزء جداناپذیر جامعه عمومی بشری است، خواه و ناخواه از تأثیر جهانگرایی و تمایلات مختلف آن بیرون مانده نمی تواند و چون یکی از تمدن‌های بزرگ جهانی باید سمت‌های من بعده فعالیت و دورنمای رشد پاینده‌اش را طرح‌ریزی نماید. شنوندگان گرامی، شما گفتار 94 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.